خیلی هنوز نمیدونن که اندیکاتورها به چه دردی میخوره و چطور میشه داخل نرم افزار تریدینگ ویو اونها رو اضافه کرد و داخل چارت با استفاده از اندیکاتورهای کاربردی به تحلیلشون کمک کرد. سلام دوستان، خوش اومدید به قسمت دیگه از پلیلیست آموزش 0 تا 100. امروز قراره توی این ویدیو بهتون آموزش بدیم که چطور میشه اندیکاتورها رو به صفحه چارتمون داخل نرم افزار تریدینگ ویو اضافه کنیم و 3 تا از کاربردی ترین و حرفه‌ای ترین اندیکاتورها و معروف ترین اندیکاتورهایی که جهانی هستش و همه تریدر حرفه‌ای از اونها استفاده میکنن و به تحلیلشون کمک میکنه رو بهتون آموزش بدیم که اضافهش کنیم. ادامه ویدیو رو روی مانیتور همراه من باشید. خب وقتی نرم افزار تریدینگ ویوتون رو باز میکنید، این بالا قسمت اندیکاتورها رو میبینید که اگر روش کلیک کنید یه پنجره براتون باز میشه. قسمت اول فیوریت ها هستش، یا همون مورد علاقه ها، که اندیکاتورهایی که دوست دارید و بیشتر ازشون استفاده میکنید رو با ستاره میتونید اینجا علامت بزنید و در این قسمت مشاهدهش کنید. و این قسمت سرچ هم هر اندیکاتوری که مد نظرتون باشه رو میتونید سرچ کنید و از اینجا اضافهش کنید. حالا ما اندیکاتوری که براتون میخوایم مثال بزنیم مکدی هستش که مکدی عبارت از Moving Average Convergence Divergence هستش که وقتی روش کلیک بکنید به چارتتون اضافه میشه. همونجور که میبینید این پایین اندیکاتور مکدی اضافه میشه که با توضیحات دقیق ترش رو داخل ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدیم. اندیکاتور بعدی اندیکاتور RSI هستش که Relative Strength Index هستش که اینجا من علامتش زدم. حالا شما مثلا میتونید اینجا سرچ کنید RSI و اندیکاتور رو از اینجا هم میتونین پیدا کنید. حالا من اینو میگم علامت زدم از قبل و الان یه بار روش کلیک میکنم به چارت هم اضافه میشه. این هم از اندیکاتور RSI که 2 تا محدوده مهم 30 و 70 رو داره که حالا این هم باز تو ویدیوهای بعدی دقیق‌تر بهتون توضیح میدیم. اندیکاتور بعدی باند بولینگر هستش که حالا اینجا برعکس به انگلیسی بولینگر باند. من این هم علامت زدم از قبل اینجا سیو دارم. این هم روش کلیک کنید به چارتتون اضافه میشه. اندیکاتور باند بولینگر هم 2 تا محدوده مهم قیمتی داره که حالا این هم تو ویدیوهای بعدی باز دقیق‌تر بهش اشاره میکنیم و توضیحش میدیم. در تریدینگ ویو بیشتر از 2 یا 3 تا اندیکاتور رو همزمان نمیتونید داشته باشین. مثلا من یه اندیکاتور دیگه اضافه میکنم و بهم ارور میده، اروری که باید اشتراک تریدینگ ویو رو خریداری کنم و بیشتر از 2 تا همزمان نمیتونم اندیکاتور رو روی چارت هم داشته باشم. برای رفع این ارور و این محدودیت باز ما یه ویدیویی میسازیم و بهتون توضیح میدیم که چطوری میشه همزمان چندین اندیکاتور مختلف رو داخل چارتمون داشته باشیم. خب دوستان، خیلی راحت دیدیم که اندیکاتورها به چه صورت هستن و اضافه کردنشون در نرم افزار تریدینگ ویو چطور هستش. 3 تا از اندیکاتورهای مهم و کاربردی رو بهتون معرفی کردیم و اضافهش کردیم به نام مکدی، RSI و باند بولینگر. و اگر به اینجور ویدیوها علاقه‌مند هستین حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو تو کامنت ها واسمون بنویسید.